بسم الله الرحمن الرحیم. موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالصبر و بیش از 20 نقطه در مناطق تل‌آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند. فرزندان غیور نیروهای مسلح ایران با حمله به 60 هدف راهبردی و 500 نقطه نظامی آمریکا و اسرائیل تا بدین لحظه با شلیک بیش از 700 پهپاد و صدها فروند موشک بالستیک و شکست دشمنانمان در رهگیری نصاب جدیدی را فراتر از کل جنگ 12 روزه تنها در 48 ساعت گذشته در جنگ با دشمنان متجاوز رقم زدند. اقدامات وحشیانه و تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونی علیه شهروندان مظلوم ایرانی در حمله وحشیانه به بیمارستانها، مدارس، صدا و سیما و مراکز مدنی اراده پیشبرد جنگ تمام عیار علیه دشمنان را در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ساخته و سطح اقدامات نظامی کشورمان را توسعه خواهد داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.